کنفرانسی علمی تحت عنوان امامعلی رحمان اساسگزار دولتی نوین تاجیکان در کالج طبی شهر خوجند به افتخار روز پرچم دولتی برگزار کرده شد. در چاره‌بینی علمی عمومی نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند، کام اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت، شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در ولایت، اتفاق جوانان تاجیکستان در ولایت و عالمان جامعه شناس و تاریخ شناس شرکت ورزیدند. راهبریت مؤسسه دولتی کالج طبی شهر خوجند ضمن افتتاح کنفرانس اظهار داشتند که محض با خیرت و جسارت فرزند سرسپرده ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در وضعیت مرکب جمعیتی و سیاسی دولت و ملت از ورطه هلاکت نجات بخشیده به صلح تاجیکان اساس گذاشته شد. در معروضه ها خادمان جمعیتی و اهل علم و زیا عاید به نقش و رسالت تاریخی سیاستمداری عاقل و دوراندیش برای برقرار و پایداری رکنهای دولتداری در دوران حساس تاریخی اندیشه ها بیان داشتند. ذکر یافت که رهایی از جنگ شهروندی، نجات ملت از ورطه نیستی و هلاکت، پایداری دولت و رسیدن به رشد باثبات مملکت به رسالت و جسارت، خیرت و قهرمانی های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مربوط است. در مدتی برای تاریخ کوتاه نظام مکمل و معاصر دولتداری برقرار، رکنهای دولت ملی، نهادهای اساسی دولتداری تشکیل و ساخته شدند. من بعد در اساس برنامه‌های دولتی و استراتژی‌های ملی راه رشد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور معین و عملی گردیدند. این همه اساس تحکیم پایه‌های دولتداری، رشد استوار و باثبات و پیشرفت و ترقیات تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان دارای اهمیت تاریخی است. آن برای تحکیم حاکمیت دولتی، تشکل استقلالیت مملکت، وحدت ملی زمینه مستحکم گذاشته در کشور بروند بنیادکاری آغاز بخشید و سیمای سیاسی تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نمود. برای آموختن تاریخ جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان کل ساکنان مملکت باید اثرهای علمی، آرزوی خلق تاجیک در بابت برپا نمودن جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان جامعه عمل پوشید و از سال 1992 تاجیکستان به عضویت سازمان ملل متحد قبول گردیده. زیاده از 206 مملکت جهان استقلالیت آن را اعتراف کردند.